بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داشتم که در جمع مبارکی که عزیزان و به خصوص جوانان عزیز گرد هم آمده اند حضور داشته باشم و از نزدیک عرض سلام و خسته نباشید به اونها بگویم. میدانم که همه شما در این سالهای گذشته سختی‌های فراوانی تحمل کرده اید. ناروایی‌ها، نارسایی‌ها، بیمهری‌ها، ایجاد محدودیت‌ها سبب شده است که زندگی بر خیلی از شماها تنگ بشود. اما خدا را سپاسگزارم که شما ظرفیت نسل آگاه انقلابی و در عین حال واقع‌بین رو از خود نشان دادید. نارسایی‌ها، ناروایی‌ها شما را ناامید نکرد. دلبستگی شما را به انقلاب بزرگی که توانست در سرنوشت کشور ما تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، شما از پایبندی به اون انقلاب و آرمانهاش سر بر نتافتید. آرمانها مورد توجهتون بود. دلبستگیتون به ایران سربلند، ایرانی که همه افراد آن از حرمت و عزت برخوردار باشند، در او تبعیض نباشه، در او تحقیر انسان نباشه و پیشرفت و توسعه توأم با معیارهای اخلاقی و معنوی بر او حاکم باشه، همواره مورد توجه شما بود. دلبستگی به این ایران و ایرانی و سربلندی ایرانی هیچگاه شما را از راه منحرف نکرد و خوشبختانه در مرحله اخیر حضور شما و حضور آگاهانه و جهتگیرانه ملت ما دستاورد بزرگی رو داشت. ما همیشه باید با توجه به واقعیات ارزیابی بکنیم مسائل رو. آنچه که پیش آمده است یک حادثه بزرگ بود. ملت ما نشان داد که باز هم با همه مشکلاتی که هست سرنوشت خود رو در پای صندوق‌های رأی و در صندوق‌های رأی جستجو می‌کنه. آنچه که پیش آمد سبب شد که دشمن خارجی ناامید بشود، دشمنی که دل بسته بود به این که لحظه به لحظه فاصله میان ملت و دولت زیادتر بشه و از این طریق بتواند ضربه بزند به کشور. تدبیری که در این انتخابات به کار گرفته شد هم از سوی نظام هم از سوی دلسوزان نظام نتیجه خود را داد. مردمی که میرفت کم کم مایوس بشوند امیدوار شدند و با حضور خود نتیجه گرفتند. من در اینجا باید به طور خاص به یکایک شما و به هزاران نفر از جوانان عزیزی که الان در جمع شما نیستند خسته نباشید بگویم. و این حاصل کاری است که ما توجه بکنیم به جوانان و میدان بدیم به اونا. هرگاه میدان داده ایم حماسه خلق شده است، چنان که در جنگ تعمیلی و در خود انقلاب و در این مرحله هم ما توانستیم خدا را شکر که با حفظ آرمانها و اصول و معیارها و با توجه به مصالح کشور گام بزرگی رو در جهت بهبود امور برداریم. امروز دولتی به روی کار آمده است با همت شما و همت مردم که دارای شعارهای روشن، رویکرد درست و امیدبخش هست. اون چه ما در این مرحله باید بخواهیم این است که دولت محترم روی شعارهایی که داده، روی جهتگیری‌هایی که کرده و به خاطر اون شعارها و جهتگیری‌ها از مردم رأی گرفته است پافشاری بکند که خوشبختانه رئیس جمهور محترم همواره بر اونها تأکید کرده است و این انتظار تنها انتظاری است که ما میتوانیم داشته باشیم و مراقبت هم بکنیم که این مسئله عملی بشود، شعارها به مرحله عمل در بیاید، رویکردها چنان شود که هم مشکلات را حل بکند، هم دامنه
پیشرفت رو گسترش بدهد و انشاءالله چنین خواهد شد. البته از سوی دیگر ما نباید بلند پروازی بکنیم، باید واقع بین باشیم. مشکلاتی که امروز دولت با او روبروست مشکلات بسیار بزرگی است در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های فرهنگی و در عرصه‌های بین المللی و به خصوص رسیدگی به وضع مردم و زندگی مردم. نمی شود انتظار داشت که یک شبه همه مشکلات حل بشود. نیازمند به کمک هست، نیازمند به همکاری و همراهی هست. آنچه که ما می توانیم داشته باشیم و بر آن تأکید بکنیم همون آرمان‌ها و همون جهت‌ها و همون شعارها و مسائلی است که در انتخابات مطرح شد و مورد قبول مردم قرار گرفت و یادآوری دولت محترم و مسئولان محترم به این که پایبندی خودشون را همچنان که تاکنون نشان دادن نشان بدهن، در عین حال مشکلات و موانع و محدودیت‌های دولت را هم درک بکنیم و از این که یک شبه مشکلات حل نمی شود خدای نکرده مایوس نشویم، چنان که نشده ایم و نخواهیم شد. آنچه در مورد خود ما مهم است انسجام و همبستگی است و تلاش برای تعامل با همه نیروهای اجتماعی که در جامعه هستند. من در جای دیگر هم گفتم اگر به ما هم بد شد ما به هیچ وجه قصد انتقام نداریم. اصلا کینه ها، دوگانگی ها، تقابل ها بوده است که بسیاری از مشکلات ما را حل کرده است. امیدوارم که حاکمیت و نظام زمینه های این تقابل و این دوگانگی ها رو از بین ببرد و ما هم تلاش بکنیم که به هم نزدیک بشیم. اگر همه نیروهایی که دلسوز به انقلاب و دلسوز به کشور و ملت هستن دست به دست هم بدن باز هم زمان زیادی طول میکشه تا ما بتوانیم به اون چیزی که میخواهیم برسیم. به تعبیر بعضی از دوستان اقتصاددان که اگر 4 سال همه تلاش بکنیم، همه با هم باشیم، همه با تدبیر عمل بکنیم، همه اختلافات رو کنار بگذاریم، بعد از 4 سال به نقطه 0 1184 میرسیم. یعنی امکاناتی که در این مدت درست ازش استفاده نشده است، مشکلاتی که آفریده شده است، اینها رفعش نیاز به زمان، تدبیر، همدلی و همراهی داره. ما اگر همه کنار هم باشیم، تمام کسانی که دلشون برای انقلاب و دلشون برای این کشور میسوزد با هم همکاری کنند، به جای تقابل به تعامل بیاندیشند، ما میتوانیم امیدهامون رو تقویت بکنیم. شما عزیزان باید گرد هم باشید، دور هم باشید، انسجام پیدا کنید و البته این انتظار هست که زمینه برای حضور و فعالیت جامعه مدنی و جریاناتی که واقعا دلسوز و خیرخواه هستند فراهم بشود و این کار حکومت است که باید فراهم بکند. ما هم باید بکوشیم که با نگاه تعامل نه نگاه تقابل به سوی آینده حرکت بکنیم، در یک فضای امن و آزاد بتوانیم صحبت بکنیم، بحث بکنیم، نقد بکنیم، هم خودمون رو نقد بکنیم، هم حکومت رو نقد بکنیم، هم جامعه رو نقد بکنیم، در عین حال راهکارهای مناسب را هم به اونها نشان بدهیم. این فضا و این زمینه فراهم آمده است و این ماییم که باید بکوشیم با کمک حکومت و با کمک دستگاه‌های مختلف و با کمک جریانات مختلف این زمینه بست پیدا بکند، به گونه‌ای که هم دشمن خارجی ناامید و مایوس بشود و بتواند به منافع ملت ما تن بدهد و هم این که در درون جریانات افرادی، جریانات نمامیت‌خواه، جریانات متحجر که لطمه های بزرگی به ما زدن نتوانند تأثیری بگذارند. البته این که عرض میکنم اصلا گرایش ما، جهت ما حذف نیست، همه باید حضور داشته باشند، حتی اونایی که به ما بد کردن، اما تأثیرگذار باید خود دولت با شعارهایی که داده
و نیز جریانات مختلفی که واقعا اهل تدبیر، فکر و خیر خواهی هستند در جریان باشد. نسل جوان ما باید آگاهی‌های خودش رو بالا ببره، مهارت‌های خودش رو زیاد بکنه، سطح علمی خودش رو بالاتر ببره و بعد با انسجام، با همبستگی در جریانات مختلفی که هستند، چه تشکل‌هایی که هستند و نتوانستند تا کنون آنگونه که باید و شاید کار بکنن، فعال و امیدوار کار بکنن، چه ایجاد تشکل‌هایی که در جهت خدمت به مردم و کشور و تأمین آرمان‌های بلند انقلاب ما باشد که از مهمترین آرمان‌ها حرمت مردم، حقوق مردم، تأمین حقوق مردم هست. ما باید روی حقوق شهروندی تکیه بکنیم. هر کس در این کشور هست، هر کس در چارچوب قانون اساسی عمل می کند، با هر گرایشی باید حرمت داشته باشه، باید حقوق داشته باشه و نیز تشکل‌های مختلف در جامعه ما باید به رسمیت شناخته بشن و فعال بشوند. فضای امنیتی که لطمه فراوانی به ما زده تبدیل بشه به یک فضای سیاسی سالم و رقابتی در جامعه و نیز علم و تدبیر و کارشناسی به کار گرفته بشه تا اولا مشکلات و موانعی که هست برداشته بشه و ثانیاً با سرعت بیشتری به سوی پیشرفت بریم و آرزو و آرمانی که ملت ما داشته، از 10 سال پیش داشته، در انقلاب اسلامی خودش به اوج خودش رسیده و تلاشش این بوده که از این انقلاب یک الگویی بسازد در جامعه که نه تنها تأمین کننده نیازها و حرمت و حقوق یکایک افراد هر کس در این کشور زندگی میکنه باشه، بلکه بتواند برای دنیای امروز، دنیای آشفته امروز هم یک الگو باشه. البته این آرمان بلندی است و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک شبه به اون برسیم، اما مهم این است که هممون احساس کنیم به اون سو داریم حرکت میکنیم. اصلاحات چیزی جز این نمیخواسته و نمیخواهد. اصلاحات همه رو میخواهد، اصلاحات حضور همه رو میخواهد و البته تدبیر و تلاش برای پیشرفت امور و آرمانهای اصیل انقلاب که به نظر من مهمترین آن حق و حرمت مردم هست در قانون اساسی ما آمده است. فصولی که مربوط به حقوق ملت هست بسیار مهم است، فصول دیگر هم مهم است و این که گفته می شود قانون اساسی به تمامه باید مورد توجه باشد، برای اینکه ما حرکتمون حرکت متعادل و منسجم به سوی پیشرفت باشه. مجددا به یکایک شما خسته نباشید میگم، کار بزرگی کردید و انتظار هست که با همدلی و همراهی اولا میان خودتان انسجام و تشکل رو محکمتر بکنید و ثانیاً نشان بدهید که قصدتون همکاری برای پیشرفت کشور هست و توقعی هم که دارید این است که شعارهایی که داده شد در انتخابات مورد عمل قرار بگیره و با جدیت پیگیری بشه و به یاری خداوند ما بتوانیم این اطمینان را داشته باشیم که از یک مرحله سخت، مرحله‌ای که در آن دلها پر از کینه بود، دلها از هم جدا بود، از این مرحله عبور کردیم و می‌خواهیم به سوی همدلی برویم و باز شدن فضا و تأمین شرایط حضور همه جریانات و نیروها اولا خودش مهمترین عامل تأمین امنیت به معنی کامل در کشور ما خواهد بود و ثانیاً زمینه رو برای پیشرفت همه جانبه فراهم میکنه و امیدوارم که ما از این نشست‌ها با فراغت بال و بدون دغدغه خاطر زیادتر داشته باشیم و دوستان ما با انسجام، همبستگی و همراهی بیشتر با هم دیگر و بعد در کل جامعه ایجاد این جو و فضا بتوانند تأثیر خوبی داشته باشند و در مراحل بعدی هم حضور اونها انشاءالله کارساز باشه. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت و پیروزی میکنم و از خداوند میخواهم که خود او عنایت بفرماید
که این مشکلاتی که بوده حل بشود و همه ما امیدوار باشیم و همه احساس پیروزی و موفقیت بکنیم. همچنان که در انتخابات من فکر میکنم که همه عقلای قوم، همه جریاناتی که واقعا دور از افراط و تفرید دلسوز انقلاب بودن، از هر جناح و جبهه‌ای احساس خوشنودی میکنن و این احساس خوشنودی باید باقی بمونه و تبدیل بشود به یک روحیه کلی در جامعه ما. و شما عزیزان، شما جوانان، شمایی که با پایبندی کامل و با پایمردی به معیارهای اصیل اصلاحات پایبندی و دلبستگی داشتید، بتونید نقش مؤثر و بهتری رو داشته باشید. خدا یار و نگهدار همه شما.